خب اینک نوبت میرسد با گروه اوچای بیکا و زیکا. صحنه حجوی مرحبا. تحت رقم 02 استقبال میگیریم. این گروه در روی خط ما تحت رقم 02 نامنویس شده است. اگر صحنه حجوی اوچای بیکا و زیکا برای شما پسند آمد حتما تلفن های موبیلی را گیرید، در حال SMS فرستید. مرحبا پذیرای شما. راست گپ وقتهای آخر از برای بعضی بچه های ناقابل به ما معلمان اینقدر قبول امتحان هم نمیفورد، ولی چی علاج؟ خوش که باشد مرحمت یک نفری درآید. خوش امروز 23 مای ها حاضر همه خیلی هم می نویسیم. مرحمت یک نفری درآید. 23 مای سال 2011 بون و ادبیاتی تو السلام علیکم معلم. معلم السلام علیکم معلم. السلام علیکم معلم. معلم تو چی نمیبینی؟ لبای نمیبینی کی رو نمیبینی؟ کی رو نمیبینی؟ من علیه گرفته استم گوش کنه بچه. لبای مو این چی سرت با این کلا پوشت گیر. کلا پوشت گیر. اینا اینا ممکن نیست قرار نوقت اینا کلاه های مکتب عالی با پوشیده آمدن. فهمیدی خیلی کلاه ها این چی نامشو بدونی نامشو کلاه کلا پوش. گوش کنه بچه مرحمت یک تا بلیط گیر. پدر داری؟ پدرت نام دارد؟ پدر داری؟ اتو گنگی اونا وقت گرم زده ایستاده بودی کو یا کسل من با تو بگذاشت. پدر داری؟ پدرت نام دارد؟ چی نام دارد؟ کی؟ اوتت حسمی دادات حیمی دادات نامش حیمی تیزه نامش. معلم اوتا داره. خوش اوتام نام داره. خوش نامی اوتا؟ ها بله آفرین. نامی اوتا معلم رانقل. عجایب. اکنون نسبت چخل می شود؟ فامیلیت نسبت فامیلا رانقلو. ترقل. نه معلم رانقلو. ها بریانقل. نه معلم. گوش کنه بچه تو کله من این خیلی گرنگ نکن. فهمیدی؟ کدام من گرنگ نکن. کنی حرفی اولین نام پدر تا گفتن حرفی اولش کدامه؟ ای بی ای وی ای گی ای خی ای زی ای جی دی کدامه حرفی اول؟ حرفی اولش معلم. بچه در الفبای ما این خیلی حرف نیست. الفبای ما ده هست معلم. کنی اینجا بیا. من بکره بنویس چی؟ چی نویسه؟ انا میجا نام پدر تا نویس کنی؟ نام پدرم؟ اینا معلم. خوش کنی؟ اینا. کنی؟ اول ت ر رون و حرفای کلان قد نویس کی خوانده شوه کنی؟ انا چی کلمش دسته؟ تو بچه این فامیلیتون نسبی تو بسیار مشکل بود است. من نامت تا گرفتم مراجعت میکنم. روزی مالش نامت چیه؟ نامی کی؟ نام خودت. نامی ما معلم تاتور. چخل نفهمیدم. تاتور تاتور گوشات مثل لکتار. مرحمت بلیط گیر. معلم جون کدوم شو بگیرم؟ چرا کدومش یک چه بگیر دو. معلم جون دو تا بگیرم چی دو تا بچه تو بسیار مسخره باز می دو تا بگیر. مرحمت یک چه گیر. این مسخره بازی خیلی باید که شعبه اکتوری بمیرفتی. فهمیدی می؟ این سوت صنعت با. معلم جون رفتم. بچه این سوت صنعت رفتم قبولم نکردن. قبول نکردن؟ برای چی؟ چی گفتن؟ گفتنم کی
برا اسپروفکا بیار. درست به اسپروفکا نمیشود. اسپروفکا از کجا؟ اسپروفکا ای دیوانه خونه. بله نترس نگوریز اینجا بیا مرحمت بلیت گیری کدامش میگیری نه کدامش میگیری مرحمت بیا مرحمت من بلیت رو من کدامش میگیری مرحمت بگیر مرحمت بگیر بیا اینا بگیر کدامش میگیری کار رسوا کردید کو بگیر اینا گرفتی او رقم چند ای معلم بهم 5 نه من پرسیدم رقم بلیت چند اینا معلم اینا رقمی بهم 5 یعنی رقم بلیت 5 او رقمی بهم 5 رقم بلیت 5 خوش کنی مرحمت سر کن چی چی سر کنم سوال یکم جوابش سر کن سوال یکم چی ای سوال یکم معلم پیشو و پاسو پیش ای پیش آی این چی گفتنی گپا پیشو و پاسو پیش و پاس چی گفتنی گپا پیشوند و پسوند بودگیست او معلم پیشبند و پسبند پیشوند کنی یک تا مسال بیار چی مسال ای کجا بیارم یک تا مسال بیار که پیشوند داشته باشه داریم هم خیلی مسال معلم داشتم وقت ختم نیاوردمش بچه شوخی نکن زود باش آیدی همین سوالات یک تا مسال بیار مسال بله پیشوند داشته باشد پیشوند از میارم معلم خوش مثال میگیره معلم خوش مثال میگیره معلم خوش یک خولا پیشوند خوش مثال میگیره معلم زولا یعنی مثلا بغزولا وای اوکی جان اول اینکه بغزولا نیو بزغولا او بغزولا نیو بغزولا بزغولا بغزولا نه آخر بز وای پیشوند شدن نمیتونه فهمیدی اگر اگر مثال دیگر باشد بیار نباشد اگر بز نمیشود بغزولا میدای معلم وای سفسطه نگو یگان مثال دیگر باشد بیار نباشد اگر سوال دیگه بگذار خیلی مثال کلان میارم مرحمت یگان مثال سولا سولاش چی بکنی سولاش گوسولا گوسولا اینا یک خمال ایستا گوسولا نه گوسولا هم نمیشه معلم جون گو چی گو چل گو کدوم گو معلم یک بهای 5 مونه گو بیاری گوش کنه بچه لازم نه گو لازم یا آقا داره پری آقا هم در کنه گوش کنه لازم نه گوش کنه بچه من ببینم بچه فامیل چی بده بچه لازم نه گو هم تایلاق هم در کنه گوش کنه بچه فامیل نسبت بچه من ببینم اون نسبت همین خیلی مشکل کی تو فامیلتا گوش کنه بچه سوال سیم بگذار سوال یکم عموما نمیدونی سوال دوم بگذار سوال یکم عموما نمیدونی سوال دوم معلم جون تصورات نداری سوال دوم جانشین‌ها و خرهای آن چی کنی ترسه چی توبه کنی چشمات کلان شو با کلان ترک شو با اینده کلان دیگه نمیشوه من خانه کن چشمات کلان شده خانه جانشین ها و خلهای آن بوم خراب گفتیست تو نمیخل آخه جانشین ها و خلهای آن خوش کنی مرحمت سر کن چی خوز معلم سر کردم کو نه سوال دوم جوابش سر کن جانشین ها چند خل میشوند جانشین ها معلم خوش جانشین ها معلم دو خیل میشوند مثلا جانشین فربه جانشین خروب انا معلم جانشین دیرکتر مکتبی مخیر شد انا جانشین مکتب مدیری فرما معلم انا کالا شد انا اشکام اخرام میکرده انا میخرام میکرده معلم سوال دوم هم نمیدونی الا کالا الا اشکام سوال سوم بگذار سوال ادبیات بگذار زبان او کرد کو اما پری او وای زبان شده کو سوال ادبیات معلم های نکنه بچه
های های نکرده درست خون. چی های های؟ چی های های؟ حیات حیات و فعالیتی ابدی سعیدایی نفسی. کی حیات و فعالیتی ابدی سعیدایی نفسی. وای اوکی جان، اول اینکه حیات و فعالیتی ادبی، اول اینکه. دوم اینکه سیدای نصفی. سعیدایی نفسی. نه نصف. نفس. وای نصف گفتگی شهر است، میدونی می تو؟ چه؟ نصف گفتگی شهر میدونی می تو؟ میدونم. کجا بابای؟ در پیش نفس. قرشی گفتگی شهر چی؟ قیچی را نمیدونم. قیچی نه، قرشیه میدونی می؟ قرشیه میدونم. کجا بابای؟ او کو کجا با؟ تو آسمانه نکو، کای هم نکو، زمین بر روی زمین با. کجا با قرشی؟ کنی کو من جمهوری همسایه ازبکستان با قرشی گفتگی شهر است، فهمیدی بی؟ همه قرشی همه روزه اون وقت نصف میگفتن. زادگاه سیدا که شهری نصف است، بنابراین سیدای نصفی میگه، فهمیدی بی؟ مرحمت کرده دوام ته حیات و فعالیتی ادبی سیدای نصفی. برای آن نگفتم معلم که معلم همه ازبکا بردن، معلم همه سعیدوار، معلم در همه ازبکستان معلم قیچی کردن. برای آن نگم که حیات و فعالیتی سعیدای نفسی. زبانت نمیگردد بی؟ زبانی کی؟ زبانی تو. کجا نمیگردد؟ نصف گفتم با. میگردد. نگشت کو؟ سنی کجا نگرد؟ نصف گفتم با. گشت. نگشت کنی وای. کنی گوی چی؟ تو با فس نه فس. تو چی؟ فسفسی؟ ها؟ سیدا سروینوس سلامت سلطنت سیاحت ستاره سریا صدبر سروینوس. خوش سیاه تلفظ کرده میتونه کنی گوی چی؟ فرد نه فرد، این چی کمپوت همی شربت همی فرد میکشه. فیزیکا فوتبال فرهاد فرشته فرزانه فرنگیز فاطمه فریدون مشوت کو. ای سه تلفظ کرده میتونی، فی تلفظ کرده میتونی. نصف گفتم از زبانت نمیگردد می؟ دو حجاب تقسیم میکنیم. دقت چی؟ دو حجاب تقسیم میکنیم، فهمیدی؟ حجاب میدونی ها؟ او معلم یا خیش مخوجی نه و اومد بیزنس میکنه از معلم. تو حاجی نه حجاب. من دو حجاب تقسیم میکنیم. من اول برابری ما تکرار کن، فهمیدی بی؟ من اول نه صف فاس یو تو اما خل دوام تی از صف بودن نشون فهمیدی؟ اما خل سیدا گفته گذر شد. معلم جان چخله گفتم سیدای نفسی در شهری نفس در یک نفس تولد شده. سیدا معلم بسیار مردک خوب بوده. از غزلیات سیدا یگان مصر شعر میدونی؟ غزلیات چه؟ همش میدونم. نه همش لازم نه، کنی از یگان غزلش دو مصر شعر خون. دو مصر شعر خون کفایه از غزلات سیدا. از سیدا. مرحبا. سیدا معلم چخله گفته معلم. خوش. تو مصر نمیدونی. خوش. سیدا معلم چخله گفته معلم سیدا بسیار مردکی ناز بوده معلم. نمیدونی می؟ میدونم. نه ندونه اگر یاردم میکنم. وای یک غزلی مشهور دارد کو سیدا، من خیلی سر میشد اولش. مرغی به بالو پر دیدم دلم آمد بیاد، ناله چغزی شنیدم منزلم آمد بیاد. میدونی همینه؟ من همین از سیدا است، فهمیدی می کنه خان؟ سیدا گفته معلم که مرغی پرداره خیلی بود معلم اولش. مرغ پرداره نه، بعد اینکه وای تو میدونستگی من نخوام، فهمیدی؟ کلای من دیگر کلای تو دیگر کلای من وای کلا غاز دیگر هر که کلای خودش داره، فهمیدی؟ تو یگان مصر شعر عموما میدونی می از سیدا؟ میدونم. کنی خان میدونی سبک شو؟ سیدا معلم چخله گفته بسیار مردک خوب بوده معلم، باید میگفته شعر میگفته غزل میگفته معلم میگفته. در یک غزلش معلم گفته کی سیدا که معلم گر بر سری نفس خود امیری مردی معلم بر کور و کرم ای شرمنده رو بینی تو. توبه
گر دستی توده بگیریم مردی مالیم بچه. مردی مالیم بچه. مردی مالیم بچه. مردی ای. مالیم مردی مالیم مردی مالیم بیا چیزی که شود بیا مردی مالیم همین سیدا گفتگی می او او یکی همین مصرع ها رو استاد ابو عبدالله جعفر روی دکی نگفته باشه نه کنی قسم خورچیم قسم مخرم مالیم جان نمی مصرع ها را سیدا برای شما گفته برای من تا اگه میدونی میدونم اگه میدونی برای شما مردی اگه فهمیدی اگه شما تو معلومه درست مشاهده کردی من کو مردم لیکن تو با فکرم کم کم نامردی کم کم نامردی معلم جان نامردم باشم زنده باشم همه خیلی سرتی نباشه سرتی تمام یکم بالای نمیدونی نه زبان نمیدونی نه ادبیاتو میدونی هیچی بالای نمیدونی باها دو فهمیدی منم چند تا این معلم 5 من نفهمیدم چه خیلی پنج میشود اینا معلم جان 5 ریمی اینا راستا بچه ریمی تمام نکن ریمی تو در ریم نیستی کو تو در پایتخت مملکتی تاجیکانی کو میره تاجیک شمار کو خربزا شمار یک تا اینا معلم 1 تا اینا معلم 2 تا خوش اینا معلم 3 تا 4 تا 5 کو اینا کنی اینا راستا کروت شمار تاجیک شمار اینا چند شمار دکه 5 اینا در جای ما دو میگویند دوی قاق باها دو تمام دو نمونین شد تمام دو نمونه معلم نمونه چه بدونم شیمان بشید تو یکم بالای نمیدونی من پشمان میشدم خای باها دو تمام دو مانده گیره میمونم گودکاتون صغیره میشود میمونم دو مانده گیره این چی تتار علی عبدو تتار این چین این معلم رسمون نه ریسمان بودنش میبینم ریسمان برای چی معلم جون اگر دو میمونید انا در همه جا خوش. در شاهدی هم نمی آدمو خوش. ما خودم در دور میکشم شما را خمام میکنم گودکات صغیره گوش کن بچه منم بده نه مایلش نه آخر نه آخر نه مایلش اوی مایلش یک سی میمونم سی سنه 5 مونه بچه تو اقلا از ونج میبودی 5 میشود فهمیدی؟ اوه مردم معلمه گوش کن نموره یک دقیقه بچه یک دقیقه نمور بعد مایلش مور گوش کن نباشد نه 3 و نه 5 بین 3 و بین 5 چند میشود؟ 6 این حساب هم نمیدوند که بچه نه 3 و نه 5 4 میشود 4 با 4 خط استپندیا میتن دانشجو میدونست 4 خط میشود ها؟ 4 خط میشود رسمان اینا فامیلا چی بود؟ این چوری خرابه که پوچله یا که چوری منم کمتر میشوم علی من چوری پوچله در برقه امتیانمون اکی مالی در ورقه شرط است ما مایلش ما اینو مقله نکن دیگه فهمیدی؟ رسمان من بته؟ انا حکم معلم جون شما دا 1000 رحمت رسمان من بته؟ شما دیگه منو فریب کردن نمیتونه چکل فریب چور دادم که؟ و شما خودتون گفتید که در اول علی ما در پیش امتحانی دیگه های درست و در امتحان های دیگر ما در بار رسمون در کار میشه ولی ما 3 امتحان دیگه رسمون بیار بچه منو بیاره فامیلا چی بوده بچه رسمون بیار تو منو بیاره رسمون بیار بچه فامیلا چی بود